سلام به روی ماهتون عزیزان. امروز قراره که بهتون آموزش بدم که چطوری بدون چرخ خیاطی برای لباس هاتون جا دکمه بدوزید و خیلی هم روش راحت و خیلی آسونی هستش و کاربردی هست. برای انواع شومیز، برای مانتو میتونید ازش استفاده بکنید عزیزان. به این صورت بریم با هم دیگه ببینیم. خب من ابتدا فرض میکنم که این تیکه های بزرگ قسمت جلوی لباس من هستش و من لباسم رو برش زدم بدون در نظر گرفتن روی همگرد برای دکمه و جا دکمه. فقط با 1 سانت زاپاس برش میزنم قسمت سی اف لباس خودم رو و این رو حالا میذاریم کنار. برای دوخت جا دکمه احتیاج داریم ما به 2 تا نوار 1 اندازه که بهشون لایی هم میزنیم از قسمت پشت، لای حریر، و یه دونه هم برای قسمت دکمه هستش. این 2 تا نوار رو من اگر روی هم گردم و 2.5 تا 3 سانت در نظر بگیرم که من اینجا 3 سانت در نظر گرفتم، 3 سانت 2 تا هم 1 سانت برای زاپاس در نظر میگیرم و طولی که میخوایم حالا هر چقدر هست برش میزنیم. و حالا من 2 تا این اندازه میخوام، یعنی 5 سانت در طولی که حالا دلخواه هست و برای جلوی لباستون هست دیگه. قسمت پشت هم من وقتی که لای حریر بهش میزنم یا حالا لای پرشین، 1 سانت هم از لبه ها داخل میشم و اون 1 سانتی که در نظر گرفتم، یعنی 3 سانت به اضافه 2 سانت از هر طرف اون 1 سانت باید علامت زده بشه و این برگردونده بشه. اون قسمت سمت دکمه هم ما اگه همون 3 سانت رو در نظر بگیریم روی همگرد، یه نوار 8 سانت میخوام چون قراره برگرده و یه دونه که میشه 6 سانت با 2 تا هم جا دوخت که ما یه طرفش رو ببینید برمیگردونیم مثل اون 2 تا و یکی دیگر هم که قراره به بدنه اصلی دوخته بشه و آزاد نگهش میداریم. ببینید این یه دونه تا میخوره و به اندازه 3 سانت میاد. وقتی که برمیگرده 1 سانت ما فاصله داریم که قراره به بدن لباسمون دوخته بشه. ببینید اون 2 تایی که 1 اندازه هستن و من رفتم اون 1 سانت ها رو برگردوندم به سمت داخل و یکی از اونها رو من با اتو وسطش رو به دست آوردم چون قراره که وسط اینها جا دکمه بخوره دیگه. به اندازه فاصله بین دکمه ها و دکمه رو اندازه میزنیم. فکر میکنیم که ما اینجا قراره که روی لباسمونه دیگه. ما اینجا فاصله که بالا قراره بیاد و جا دکمه ها رو میزنیم، فاصلهش رو یعنی اندازش رو میزنیم، بعد دوباره فاصله اون 2 تا دوباره به ترتیب جا دکمه، دوباره فاصله بین جا دکمه روی این خطی که ما تا زدیم میزنیم. بعد دوباره این 2 تا نوار رو ببینید به این شکل میاریم روی هم قرار میدیم و سوزن میزنیم. دقت کنید که این 2 تا نوار باید 1 اندازه باشه و حتما رعایت کنید اندازه ها رو که یکسان باشن با هم. حالا ما میایم این 2 تا نوار رو وقتی لبه ها رو سوزن زدیم و فیکس کردیم، فاصله بین این جا دکمه ها رو ما میدوزیم، میبریم زیر چرخ و میدوزیم. فقط نکته مهم این هستش که ما به جا دکمه ها کاری نداریم. خب مثلا من جا دکمه من اینجا 2 سانته، ما فاصله بین جا دکمه ها رو میدوزیم و در نظر بگیرید که موقعی که شما دارید چرخ میکنید حتما ابتدا و انتهای کارتون رو سرقائمی حتما بهش بزنید که کارتون وقتی برمیگرده این نخها و این فاصله ها و درس ها باز نشه. ببینید سوزن رو دقیقاً روی قسمتی که باید دوخته بشه دقیقاً همونجا میایم سرقائمی میزنم، دوختم رو تموم میکنم، به انتها میرسم، دوباره ابتدای کارم سرقائمی میزنم و انتهای کارم. بین جا دکمه ها رو ما حتما به این روش میدوزیم و سرقائمی بهش میزنیم. خب من به ترتیب فاصله ها رو میدوزم. پس حتما بچه ها در نظر بگیرید که این اندازه ها باید یکسان باشه. از خودکار حرارتی هم یا حالا صابون میتونید استفاده کنید برای اینکه اندازه ها رو بزنید. انتهای دوختم رو قیچی میکنم، سوزن های اضافه رو بر میدارم و این نخ ها رو هم، نخ های اضافه رو هم که این قسمت های ندوختم رو هم باز میکنم و قیچی میکنم به این شکل. کارم رو تمیز کاری میکنم و حالا ما میخوایم این نوار رو برگردونیم. وقتی که برگرده
دیگه تقریبا شکل خودش رو گرفته. ببینید از این سمت ما باز میکنیم، دو طرف باید یک اندازه باشه. این هم فاصله اون قسمت هایی که ندوختیم. ببینید این شد جا دکمه ما که حالا دکمه داخلش رد میشه دیگه. شما بدون اینکه از چرخ خیاطی استفاده کنید، یعنی از پایه خاصی یا دوخت خاصی، با یه روش خیلی ساده جا دکمتون رو دوختید. حالا میخوام اینو به بدنه اصلی لباس وصلش کنیم. دو طرف این نوار ما الان آزاده. خب یک سمتش رو ما میایم، این الان روی لباس من هست که به سمت خودم هستش، روی لباس به سمت خودم هست و ما این 1 سانتی رو که موقعی که خواستیم برش بزنیم در نظر گرفتیم هست که الان من این رو با صابون میکشم که قراره که این بره داخل این فضا، بره داخل درز این نوارمون. من این خط رو کشیدم که 1 سانت هست و حالا برای اینکه کارم تمیزتر بشه این رو داخل این قسمت نوار، قسمت باز نوار میکنم. بالا پایین نوار رو هم حتما در نظر بگیرید که کدوم قسمته و دقیقاً لبه این کار باید روی این قسمت صابونی رو، یعنی روی هم قرار بگیرن دیگه، قشنگ باید روی هم باشن که وقتی که ما دوخت نیش میزنیم از روی همین خط رد بشه که ما اینجا دیگه گشادی جلوی لباسمون نداشته باشیم و اندازه لباسمون مناسب باشه. خب حالا من این قسمت رو تا پایین سوزن زدم، فیکسش کردم. شما میتونید کوک بزنید که اون رو هم کارتون رو خیلی ساده تر میکنه و این سمت هم ببینید بازه. وقتی این بر رو دوختیم اون سمت رو هم میدوزیم، یا فرق نمیکنه ابتدا اون سمت رو بدوزید بعد این قسمت رو. میبرم زیر چرخ و دقیقاً خیلی با احتیاط، البته اینجا ویدیو رو دور تند بردم که کار زودتر پیش بره و ویدیو طولانی نشه، با یه جسم نوک‌تیز مثل یه سوزن حالا تهگرد یا بشکافتون یا از این نخچیناتون آروم آروم هدایت کنید لبه کار رو به زیر چرختون که تمیز و راست، یعنی توی خط راست براتون این کار رو انجام بده و پس و پیش دوختتون نشه. این رو هم چون دوخت رو هست دیگه زیبایی کارتون حفظ بشه. خب من این قسمت رو دوختم، اون سمت که باز هست رو هم یه دوخت نیش بهش میزنم. خب این رو هم دقت میکنم. حالا میریم سراغ نوار سمت دکمه. ما میایم، این الان قسمت پشت کار من هست، برعکس اون سمت که رو بود این پشت هست. الان این رو به یعنی روی نوار رو به پشت کار با فاصله همون 1 سانتی که داشتم میدوزم تا انتها کارم رو از بالا تا پایین. خب به این صورت این قسمتی هستش که من قراره که دکمه بخوره. پهناشم گفتم که 2 برابر قسمت روی همگردتون، یعنی 3 بود شد 6 سانت، 2 سانت هم اضافه تر برای، یعنی 1 سانت این بر 1 سانت اون بر در نظر بگیرید که 1 سانت شما برمیگردونیم، 1 سانت دیگه هم آزاده که دوختیم. حالا ببینید ما این درز رو به سمت داخل اتو میکنیم و اون نوار رو میاریم به روی کار و میدوزیم. این الان روی کار هست و اون قسمتی که الان دوخته شده و تمیز هست پشت کارمونه در اصل، و این رو میاریم روی کار و دقیقاً روی دوخت ها میذاریم و یه دوخت نیش از روش میریم. حتما اتو بزنید و درز رو به سمت داخل سجافتون، قسمت حالا دکمه خورتون اتو بزنید. این رو هم حتما در نظر بگیرید عزیزان. خب الان من تا آخرین کار رو انجام میدم. به کشش نخ و اینها رو هم دقت کنید به اندازه حالا بخیه هاتون، شلالاتون که تمیز و قشنگ بدوزه. یه تست بکنید از چرختون قبل از اینکه بخواید رودوزی انجام بدید که کارتون تمیز باشه. حالا من هم این قسمت رو هم اون قسمت رو وقتی کارم تموم شد یه اتو هر مرحله بهش میزنم. یه اتو گرم بخار و حالا با یه جسم سنگین. حالا اگر اتو سرد دارید، اتوهایی هستن که قدیمی هستن و سنگین هستن و حالا هر چیزی، یه کتاب، هر چیزی که بعد از اتو بخارتون روش قرار بده که کامل این فیکس بشه و
بخوابه روی کار. این هم از انتهای کارمون. سمت چپمون الان شد دکمه خور، سمت راستمون هم قراره همون دکمه بخوره که اینجا دکمه‌مون هست در اصل دیگه. به همین راحتی دکمه از داخلش رد میشه. امیدوارم دوست داشته باشید آموزش رو. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.